سخن خدا و پیغمبر در بین رد بداو شود، همه نور است، همه رحمت است. انشاءالله یقین است که همو مسئولیتی که در ذمه گذاشته شده است در هر جای کردی می شود، به هر راه کردی می شود. اگر مقصد الله باشد به خاطر الله هم کار انجام بدی. ولی بعضا تنها را میزنند که این ملائم فقط در سر دسترخوان گپ میزنند. یک جا گپ زنیم از برای خدا، یک جا گپ زنیم، بالای منبر گپ نزنیم. اوقی در کجا دیگه گپ میزنیم؟ در میدان و در صحرا گپ زدن نشود. همه خیلی مورد میشود که در همین سر دسترخوان یا لحظه همدیگر را میبینیم، همدیگر را یا تأکیدات و تاییدات میکنیم که برادرای عزیز فراموش نکنید. واقعا این دین نصیحت است. این دینی است که در این امر به معروف و نهی از منکر یک رکن دین تشکیل میکند. این دینی است که خداوند بزرگ تأکید کرده است که ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. البته در بین شما باید گروه‌های باشند، شخص‌های باشند که دعوت به سوی خیر کنند. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. این دینی هست که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم تأکید میکند که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. هر کسی از شما یک کاری منکری را دید امکان داره به دستش اصلاحش کنه. فإن لم یستطع فبلسانه. اگر امکانی با دست اصلاح کردن نداشته باشد با زبان اصلاحش کند. فإن لم یستطع فبقلبه. حتی اگر میگه همین به زبانش هم که نتونه لااقل به دلش همون را نکوهیش مذمت کنه. و ذلک اضعف الایمان. همین ایمان است، همین قسمت آخر میگه ضعیفترین ایمان حساب میکنه. برای همون وقتی که جای ششتیم از خدا و پیغمبر حتما باید صحبت شود. برادرای عزیز به خدا قسم شخص وقتی آدم میشناسه و احترام میکنه که بدونه کی است، از حیاتش آگاه باشه، از صفاتش آگاه باشه، از خدماتش آگاه باشه. کسی را اگر نشناسی ای کجا به قدرش میرسی؟ قدر زر زرگر بداند، قدر جوهر جوهری، قدر گل بلبل بداند، قدر قنبر را علی. اینا یا آدم نمیشناسی، نمیدونی کی است چی است. تا مرد سخن نگفته باشد ای بهانه رش نگفته باشد. ای کجا میدونی چه قدر شناسیش میکنی، قدر دانیش میکنی. برای وقتی در محفل شیشتیم گفتگوزار ببینی از پیغمبر میکنیم، از صحابه پیغمبر میکنیم، به خاطر اون که از نزدیک بشناسیم شو، بدونیم که حضرت ها چی جانفیدایی ها کردن، چی مشقت ها کشیدن، چی حق در ذمه ما زنده ها دارن. سبحان الله. همین سال 2009 بود جشن امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله در همین جمهوری ما به شکل صورت بسیار وسیع قید گرفته شد. از گوشه و کنار دنیا علما اومده بودن، از جمله خدا رحمتش کنه شیخ محمد تقی عثمانی را اومده بود. بسیار یک شخصیتی بزرگ است. من همین گمان میکنم که این خلاصه من تنها نیست. امروز در کره زمین فقیه‌تر از همین آدم یگان شخص نیست. و ما حنفی ها افتخار میکنیم که الحمدلله از مذهب امام اعظم ابو حنیفه است. فقیه مذهب حنفی است، بزرگترین فقیه است. خاصتا از مسائل معاملات، مسائلی که در بازار و کجور میشه و مسائل نوبرمد اومده است. کتاب نوشته از حضرت فقه البیوع. خیال میکنم که در همین موضوع همین خیلی کتاب مکمل 2 مجلده در دنیا کسی ننوشته است. حقیقتا شخصیتی بزرگ است. حضرت اومده بود اما مردم نمیشناسنش، به زبان اردو گپ میزنن، مردم ما ندوننش. این مردم ما هم چوروایی میشناسن دیگه، از کجا به چورو؟ یک روز در همین قضای الهی خداوند نصیب گردانده در همین مسجد جامع مرکزی قطعش ملاقات کردیم، دیدمش حضرت هم
من زیارت طرفی او حضرت حرکت کرده است و مردم طرفی ما. خدا جونتون عوض کنه. آقای هم بزرگترین فقیه عصره. ای بچه این را زیارت کنه نمیشناسنش آقای. واجب است در زیمه علما که امتان محمد صلی الله علیه و سلم با پیامبر آشنا سازند. پیامبر در نه فقط در میان امتش بلکه برای تمام جهانیان معرفی کنند. حیاتش، زندگیش. الحمدلله ما افتخار داریم که بزرگترین پیغمبرای خدا پیامبری ماست، رهبری ماست، پیامبری که فردا روز قیامت صاحب شفاعت عظماست، پیامبری که تمام دیگر پیغمبرها در پشتش فردا روز قیامت صف میگیرند، لوای حمد در دست حضرت صلی الله علیه و سلم قرار میگیرند. کوری اندک نیست آخی. اما ببینه که بزرگی حضرت در چیست. نمیگه که امتهای من شما بخره بچره بگردید، من هستم که فردا روز قیامت در پیش خدای تعالی شفاعت میکنم. برعکس تأکیدی در تأکید. مردم فردا روز قیامت شما را از عملتون میپرسند، هشتا را در سرتون بگیره. امام بخاری روایت میکنه، میگه حضرت صلی الله علیه و سلم بالای صفا برآمد و تمام قریشی ها مراجعت کرد. بعد فتح مکه است. گفت یا معشر القریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من الله شیئا. ای قبیله قریش، اطاعت کنه، فرمان خدا را ببره، برای قیامت خدا را توشه بغنداره، جان خدا را بخره. فردا روز قیامت در نزد پروردگار خدای نکرده اگر خدا از شما خوشنود نشود، از دست من یگان کار نمیاد. که ما یقینا میدونیم که حضرت صاحب شفاعت عظما است. ما یقینا میدونیم که حضرت خدای تعالی بشارت داد ولسوف یعطیک ربک فترضی. زود است که خدای تعالی برات نعمت‌های عطا میکنه که البته تو خوشنود و راضی میشی. حضرت در حال جواب گفت که اذا لا ارضا و واحد من امتی فی النار. گفت در اون صورت من تا زمان یک نفر از امتام در دوزخ قرار دارند راضی نمیشم. اما ببینه حضرت تأکیداش ببینه که فردا روز قیامت هر کدوم تا جدا جدا میپرسند. قل لله شفاعت جمیعا. بگو که مر الله روز جمیع شفاعت ها. بعدا حضرت باز حلقه را تنگتر کرد. گفت یا بنی عبد مناف اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من الله شیئا. ای فرزندان عبد مناف. عبد مناف یکی از پسران قصی ابن کلاب است. نسل پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین عبد مناف میرسه، همین اجدادش. ببینید عبدالله، عبدالمطلب، هاشم، عبد مناف. گفت ای فرزندای عبد مناف، شما نگویید که او حضرت صلی الله علیه و سلم امک بچه‌مونه یا خیلی که شاید که دیگران را مقدسگیری نکنه، لیکن ما را البته چریز میکردگیست که اگر خدای نباشد زیبنده خشنود شفاعت همه پیغمبران ندارد سو. بعدا میگه حضرت حلقه را باز تنگتر کرد. عباسی امکش را مراجعت کرد. گفت یا عباس ابن عبدالمطلب لا اغنی عنک من الله شیئا. ای عباسی پسری عبدالمطلب، هشتا در سرت بگی، هشتا در سرت بگی، نگو من امک دوستداری پیغمبرم. هر کس سوال و جواب شد در پیش پروردگار تنها به تنها میته. در روزی که بین بنده و بین الله نه حجاب است نه ترجمان است، هر کس جواب سوال شد خودش در نزد خداوند میکنه. سبحان الله. بعدا حضرت نخست چشمش به صفیه رسید. صفیه عمش، صفیه دختر عبدالمطلب، صفیه شیرینر، صفیه که همه میدونه مادر زبیر ابن عوام در حرب خندق وقتی مسلمان ها همون
آماده جنگ با مشرکا بودن و در خندقها بودن، صفیه همون جاسوس یهودی را همین ایپودا رفتند با یک ضربه نیزه به همین صفیه مراجعت کرد. حضرت صفیه را به حد دوست می داشت. گفت یا صفیه عمت رسول الله صلی الله علیه و سلم لا اغنی عنک من الله شیئا. ای صفیه عمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو نگو که من یا مشکی پرم عنک من الله شیئا. ای صفیه عمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو نگو که من یا مشکی پرم. حضرت البته دلش به من می سوزه و هشتا در سرت بگه که وقتی خدای تعالی بنده را قبول میکنه دیگه یکم پسرید که دیگه را در برش قبول نمیکنه که من جانی ترا بخرم. حساب و کتاب فرد و روز قیامت با خداست رو به رو. بعدم میگه حضرت با نوریده چشمش بی فاطمه زهرا مراجعت کرد. بی فاطمه را در همونجا بوده است. گفت یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم، ای فاطمه دختری محمد صلی الله علیه و سلم سلینی ما شئت من الدنیا لا اغنی عنک من الله شیئا. از همین دنیا چیزی میخواهی طلب کن، اگر از دستم بیایه برات مهیا میکنم، اما فردا روز قیامت سوال و جواب با پروردگار به همراه خطر. نامه اعمال در دست خود تسلیم میکنه. اونجا دیگه ای دستی و کار ساخته نیست. سبحان الله. همین تاکید بود که ما الحمدلله ما میدونیم که امتان محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر ما صاحب شفاعت از ماست. خدای تعالی شفاعت حضرت صلی الله علیه و سلم در حق امتاش البته قبول میکنه، اما نماز میخونیم، روزه میگیریم، طاعت عبادت ما ترک نمیکنیم. و برای پیغمبر تاکید بود کرده است که خداوند وقتی قبولت میکنه به حجاب ترجمان در نزدش قایم میشه. لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. فردا روز قیامت به انسان اجازه بازگشت داده نمیشود تا اینکه از 4 چیز نپرسنش. عن عمره فیما افناه. اول از همین عمر سوالش میکنن که همین عمر نازنینه که به هر یک دقیقهش زار بدی در چی تلف کردی. و عن جسمه فیما ابلاه. از این جسم سوالش میکنن که در چی فتراتش کردی. و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه. از مالش پرسانش میشود که مال از کجا پیدا کردی و در کجا صرف کردی. و میگه و عن علمه فیما فعل. از علمش پرسان میشود که ای بچه خدای تعالی علم داد، این علم از جانب الله میشود، چیکار کردی تو؟ مردم فهموندی یا نفهموندی؟ برای الحمدلله ما آماده هستیم، ما تیار هستیم. بخی خدا رحمت مغفرت کنه حضرت مولوی را، مولوی جلال الدین بلخی را. میگه آن جهود و مسلم و ترسا مگر همراهی داشتم با هم در سفر. یک مسلمان و یک یهودی و یک نصرانی باری هم سفر می شود. در سفر یک جا بودن. چون رسیدن آن 3 همراه منزل هدیهشان آورد حلوا مقبله. در یک کاروانسرا رفتن جا گرفتن. اگه آدمای پولدار زمانای پیش هم خونه سنیمت میکردن، یکون کوارتیر سنیمت میکردن. اما اگر کسی نمی داشت همون کاروانسراهای عمومی بدن جای به پول ابشگه می رفتن در همونجا چند مدت استقامت میکردن. اینا هم رفتن در هم یک خنجکی کاروانسرا جا گرفتن. یک آدم مقیمی دید در سر رخسارهاش و گرد غبار، فهمید که یا مسافر بدیم. هدیهشان آورد حلوا مقبله. یک کاسه حولا گرفته برای همیو را آورد که بخره. نان گرم، صحن حلوای عسل برد آنکه در ثوابش بد عمل. از بس که امید ثواب داشت میگه یک نان گرم گرفته است در بالای همون کاسه حولا مونده است و آورد که همین را بخره و در حکم دعا کنه. تخمه بودن آن دو بیگانه زیخور بود صائم یوم آن مؤمن مگر. او نصرانی و یهودی عبید کردگی شکم و ترک. ای مسلمان روزدار به دستی بیچوره، روزه داشته است.
چند نماز شام آن حلوا رسید، بود مؤمن مانده در جوع شدید. همین وقتی روزکشایی دا آورد دست شوخی عادت انسان چخیله طاقت میکنی، همین وقتی خوردن شده خرا کدیدی دیگه طاقت ای دستت میتی، حتی دیده بعضا دستا را نشسته اتکا میکنی. آنده کس گفتن ما از خر پریم، این شبش بین همه فردایش خریم. یهودی و نصرانی گفتن شکموی ما سیره حولا را همی زیبش خوردنش سهره، سهر زفترک میشود، بیا مونمش سهر بخریم. گفت مؤمن نکی ما خود سیتنیم، چون خلاف افتاد پس قسمت کنیم. هر کی خواهد قسم خود بر جان زند، هر کی خواهد تا سحر پنهان کند. مسلمان گفت برادر این حقی سه کسا اینجا حقی ما هم است نباشه بیایی سه حصه تقسیمش کنیم. ما گشنه هم مخی روزه دارم، ما حصه خدمه میخورم، شما زفترک میکنید چکوره میکنید توکل تو بخدم. پس ورا گفتن زین حکمتگری قصد تو این است تا تنها خوری. حیلگر گفتن اکی یک کاسه چی کیلویی داره که او را سه حصه تقسیم کنیم، تا همین نیت تمیه که بیاره بمونیم شکمای ما سر دیر مونه کشه تو توقع بخوری. گفتن اقلیت باید به اکثریت اطاعت کنه، مرده طاقت میکنی سهر میخوری. اگه به این ظالما بیچاره چی بگو آخی زورش نرسه، مرگزیده را خواه میبره و گشنه را نگه بیچاره رفت در یک گوشکی کلوسه رو هم تا حلقه زد قچه کلوله کرد چشموش جقید. میگه پس بخفتند آن شب برخواستند، بامدادان خیش را آراستند. روی شستند دهان هر یک داشت اندر ویرد راه و مسلک. سحر خواب خستند، هر کس به همون رسم و رسوم خودش به دین و دیانت خودش یک روشون شوشتن، همون عباداتشون انجام دادن. او دو نفر همون سراسیمه یک تاش همون یک دعای تورات خوند و یک تدیگش یک کریس کشید اومدن در سری سفره شیشتن. این مسلمان افتوای او و گرفت تورات کنی رفت 10-15 منوت منتظرش ایستادن. بعدم میگه اومد گفتن ای بچه بیو بخریم اخی. گفت ولی من عبادت من نکردم، این آمادگی به عبادت بود. رفت 2 رکعت نماز فرضی بامداده با ترتیل تجوید 60 آیت خواند به هزاری خسرو. اینا نگه دارن در عبادت ای و در همون سرپرستی و تقواش حوثش اومده است که این مردک دین تو بگره گشنه بود، شب تا زهر گشنه بود، ایچ خیل طاقت کرده است خیل نماز میخونه. بعد نماز خوند اومد در پهلوشان شیشت. اون یکی گفت تا که هر یک خواب خیش آن چی دید او دوش گو آور به پیش. هر کی خوابش بهترین را او خورد، قسم هر مفضول را افضل برد. این جهود مردم بسیار شستریک می شود. بچه ها گفت این یک پرسای شکم یک تمونه سیر میکنه. بیایی همین خوابای شبانه تونه بگین. البته خواب دیدگیشته کن همین خوابی کسی رحمانی باشه و خوابی کسی بهتر باشه عیشیر مادرش حلال بگیره میره بخوره. ما ای باری حقا مگذشتیم دیگه. او را خوابنهشون هم نپرسید، سر کرد. پس جهود آورد آنچه دیده بود تا کجا شب روحی او گردیده بود. گفت در شب موسی هم آمد به پیش. ای بچه ها گفت حضرت موسی کریم شب در خواب دیدم. موسی که برای حضرت عیسی میگه من برای تحکیم شریعت موسی اومدم، برای عوض کردنش نه. موسی که در قرآن شما مسلمانان نامش 136 مرتبه ذکر شده، همه حضرت بزرگوار در خواب دیدم. گفت در شب موسی هم آمد به پیش، گربه بیند دنبه اندر خواب خیش. این جهودا تمام جنایاتشون به نام حضرت موسی پیشد میکنن. هم پیشک در خوابش فقط دیده که دنبه را خواب میبینن، با فایده و منفعت دنیویشو دائما میرن نامش میکشن میورن. از پی موسی شدم تا کوه تور، هر سوم گشته مستغرق زنور. هم من هم موسی و هم کوه تور. حضرت دست مگرفت که تورم برد میگه تا سحر در زیر نور و پرتو الهی بدیم. اوخی در عبادت در لذت تا سحر ما به عبادت مشغول بدیم همراه حضرت موسی علیه السلام. این خیلی خواه شما در امری سرتون نمیبینید و حول حقی منه. این نصرانی ششتگی گفت جورا گپ تمام شید، مورم نوبت بته اکرد.
بعد از آن ترسا در آمد در کلام که مسیح هم رو نمود اندر منام. من شدم با او به چارم آسمان مسکن و مأوای خورشید جهان. نصرانی گفت او برادر گفت خوابی تو خوابی خوب اینه که خوابی تو خوابی زمینی هایی. من عیسی علیه السلام در خواب دیدم حضرت دست مگرفت آسمانی چارم برآورده کرد تا سحر ملائکه ها آچ را ایستاده زیارت میکردند. خوابی تو کجا خوابی من کجا؟ این حکیمه های مسلمان خواب های و گفتند ای بچه تو خواب ندیدی؟ پس مسلمان گفت ای یارانی من پیشم آمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سلطانی من. مسلمان گفت که منم خواب دیدم. ما در خواب گفت دروغ نمیگه. ای همه دروغترین دروغ ها همین است که کسی خواب ندیده است بر دروغ میگه من خواب دیدم. کسی حضرت در خواب ببینه گویا واقعا دیده استش. حدیث امام بخاری است حضرت میگه من رآنی فی المنام فقط رآنی. هر کسی مرا در خواب دیده است واقعا دیدگی است. فإن الشیطان لا یتمثل بی. شیطان هیچ وقت شکل صورت محمد گرفته نمیتونه. شب حضرت دیدم میگه مثل ماه شب 14 در روی کاروانسرا در اومد همه منور شد. پس مرا گفت آن یکی بر تور تاخت با کلیم حق نرد عشق باخت. خدا جان تمسک نگفت مستی خوب. بچه یا رفیقت همراه موسی علیه السلام در کی تور عبادت کرده است. وان دیگر را عیسی صاحب قران برد بر فرق چهارم آسمان. او یک نفر دیگرش همراه حضرت عیسی در آسمان چهارم ملائکه ها زیارتش کرده است. خیز ای پسمانده دیده ضرر بار آن حلوای یخنی را بخور. او خدا جون تماس کنه تو روزداری بخی اقلا هم حولو را بخور. روز افطار که برای روزدار افطار خودش عبادت های. ای سلیم گونی و پسمانده هین برجه و بر کاسه حلوا نشین. ای خدا جون تماس کنه بخی ایده سیتی دیگه همیخه کار میویم. او مردم دیگه در عبادت پروای خراب ندارن بخیش کم تسیر کرد. ایگه پاکی گفت سراسیمه جدن میپرن میخیزن کاسه در بلای تاکچه موندگی کاسه خالی بود. حضرت شب زد استش لیسیده تا زیخ شلو. همه آرامی و با سکون و با ترتیل تجوید قرائت کردنشو همش ترتیل تجوید قرائت کردنشو همش ایسا بشکم شرد آخی. حضرت میگه اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. وقتی طعام شام نماز شام یا وقت جمع شید اول شما طعام بخوری نفستون آرام کنی بعد نماز بخونی. پس مرا گفتند اونگه ای حریص ای عجب خوردی تا حلوا و خبیث. ای خدا جون تماس کنه گفتن با یک خوب تا حقی مورا خوردی؟ نو پرسیده اوخی در اونجا حق مورم بدکو. گفت چون فرمود آن شاه مطاع من کیم تا کی نمایم امتناع. او وقتی گفت فرمان از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم است من سگی کجام که فرمان پیغمبری خدمت برام. تو جهود از امر موسی سرکشی گر بخواند در خشی یا ناخشی. تو مسیحی هیچ از امر مسیح سرتوانی کرد در خیر قبیح. اما چه شما همین یک فرمان از جانب پیغمبر تو بیا اجرا نمیکنی؟ من زی فخر انبیا سر چون کشم خورده ام حلوا و این دم سرکشم. و حضرت اگر میگفت جان تفیدا که جان مفیدا میکردم ولی که با گشنه بدم حلوای شیرینی با مذهب دهی. پس ورا گفتن والله خوابی راست تو بدیدی وین به صد خوابی ماست. بعد اقرار کردم با خدا قسم گفتن خوابی حق تو دیدی با خودت خوابی پلیز دیوخی ماشاءالله شرمک تمسیه شد. جهود گفت من به خاطر یک کاسه حلوا شده روم سیاه کردم حضرت موسی را کشیدم مثال آوردم با این کثافت گفت ای بعدم گذرون با دروغ گرفت دروغی آسمونی کرد. نگی الحمدلله که اوکی غرض اینجا حولای دنیا نیست. غرض از حلوا هم توشه آخرت هست که ما توشه آخرت داریم. ما دعوا نمیکنیم که ما امتی برگزیده الله هستیم و خدای تعالی آتش جهنم بر بدن ما حرام گردانده است. نه، ما الحمدلله میگیم که ما بنده هستیم مستحق آتش جهنم هستیم. اگر رحمت خدا نباشد، اگر شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشد،
اگر همین عاجزی و بندگی ما نباشد مستحق آتشیم. ما نمیگیم که حضرت عیسی آمده جان ما را خریده دیگه خلاص فردا روز قیامت ما عقاب نداریم، حساب نداریم. نه، ما میگیم که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شفیع مشفع، البته شفاعتش پذیرفته میشود. حضرت حتی بشارت داده است که شفاعتی لاهل الکبائر من امتی، شفاعتی من برای اهل کبائر امتم حساب میخورم. اما از بس که حضرت ما را تاکید کرده است عبادت میکنیم، توشه داریم، امید داریم از خدای بزرگ خداوند. اگر چندی همین نمازهایی را میخونیم با نقصان کبودی به درگاهش قبول میکنه و فردا سببی همون زمانی درازمان میشود که خدایا در قبل نعمتهایی که علی دوام برام رسوندی 5 وقت نماز خوندیم. خدا را شکر میکنیم که پروردگار ما را هدایت کرده است. ماه شریف رمضان روزه میگیریم، شاید نقصان و کمبودی های زیاد داریم اما خداوند بزرگ است که التجا میکنیم که پروردگار رو قوت ما همین قبل رسید به همین قوت اندکی خدمت همین روزه را گرفتیم. خدایا تو بپذیر و همین را سپر ممکن برای نجات از آتش جهنم. عمر گریبونش گرفته کشا کرده پیش حضرت آوردش. انا گفت که این غلط میخونه قرآن. به حضرت گفت کو بخون؟ خوند اما نون شیزوها گفت. به حضرت عمر گفت یا عمر تو بخون. حضرت عمر خوند همون کلمه را ننشروها خوند. ننشروها. ولی نمی روایت حفص با قرائت عاصم ده ننشروها اومدگی ای. اونا روایت نافع ده نون شیزوها ای. و ورش ای نافع چی میکنه کو؟ انا بعد حضرت گفت ترام درست خوندی؟ با گفت یا عمر این هذا القرآن انزل على 7 احرف. این قرآن بر 7 حرف نازل شدگی ای. همه 7 حرف به همین معنی که وابسته به لهجه ها و بعضی اینم تعریف تفاوت ها هسته. اما از بس که او وقتا نقطه نبود، حرکات نبود، زیر زبر نبود، این سکونات و این چیزا نبود، نقطه هم نبود است. این همی در نوشت، این همی رسم الخط عثمانی میگم. رسم الخط عثمانی خط حضرت عثمان، اون هم قرآنی که از زمان حضرت عثمان علی مونده است که اون نه نقطه داره، نه حرکات داره، نه سکانات داره، نه شروها و نونشیزها هر دش یخیل نوشته میشه. آخه مثال اولی لغت ها را ببینید بعد میگن که نقطه مفوق یا متحت، اینا فرض کردیم نون باشه نقطه مفوق میشه، نقطه متحت کشید بوم میشه، یا که دو نقطه بالا میگه ت میشه نمبر کدگی ای هم داشتی. یعنی همین چیزا نبود. رسم الخط عثمانی هر دش در بر میگیره. یعنی با رسم الخط عثمانی بنویسی قرائت ورش هم همیه، مثلا چی روایت ورش هم از قرائت نافع، روایت مثلا این حفص ابوبکر عیاش یورم از عاصم عینا هم خیلی خیلی نوشته میشه. همین بزرگی همین رسم الخط هم در همیه که 7 حرف همش در خودش گرفت. اینا یا جو مثلا میخونی تساقط علیک رطبا جنیو، تساقط یا جو دا یساقط اومده است همین هم دسته، یا جو دا همین بابی فعلش دیگه تساقطه هم دسته، یا جو دا اومده است یساقطه. با این شکلو حتی همین 7 قرائت داره میگن همین کلمه تساقط. اگه از بس که در این منطقه های ما و در تمام دنیا بیشتر همو انا قرائت عاصم مشهوره. اینا قرآنایی که در دست ما هسته اما قرائت عاصم به همین عادت کردگی نباشه قرآن بر 7 حرف نازل شدگی برای سبک شدن مردم. نازکیاش خیلی زیاد تنیره. همین موضوع من 1 ساعت صحبت دارم در جمعه، 1 ساعت صحبت ای ولی همین بزنه جمع وری قرآن مفصل صحبت کردگی. کمیش را خیلی ترتیب دادن عبارت های کیا بده. خاک مردم متاسفانه هم قصه را بسیار دوست می‌دارن، هم قصه را بین میکشن میبرورن. نباشه صحبتو بسیار صحبتای مفصلن در موضوع حدیث والله اعلم 15 جمع صحبت دارم. تمام نمود حدیث صحیح لغیره لنفسه، حدیثی ضعیف چند خیل میشوه و یلا طبقات راویو موضوع علمی هن. مصطلح الحدیث های بلوی منبر درس گفتگی هم اگه خیلی نوجوان مرد چخیل میشه بعد به غیرت ها ای دولو شیخ القیسه ای اگه ناشگری چه وقت قیسه را چی میفهمی؟
اگر هم قصه را نکنی اون مردم خواب میبرن، او را هضم کرده نمیتونن. تو گوساله عقل داشته باشی ایسه یه حصه قرآنی از این مشان قصه های قصه پیغمبرای پیشینه، قومای پیشینه، حتی خدای تعالی قصه دشمناش آوردگی همونی که بر ضد خدا و پیغمبر و دشمنی ورزیدن. قصه پشه را میاره، مثل عنکبوت ها میزنه. یک مقدار بینهایت زیادی احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه ها عجیب همه که این لعنتی ها با همون فرمای همون بحث مباحثه شو رنگ همون مشرکای زمان پیغمبر بدست. همون لعنتی ها را همین قرآن هم خیلی طعنه میزدن. این قرآن همش قصه قصه حضرت یوسف و زلیخا. حضرت مولوی میگه چون کتاب الله بیامد هم بران این چنین طعنه زدند اون کافران که اساطیر است افسانه نژند نیست تعمیق و تحقیق بلند. قرآن اومد میگه این لعنتی و این همی طعنه زدن که همه افسانه های. ذکر یوسف، ذکر زلفی پرخمش، ذکر یعقوب و زلیخا و غمش، کودکان خورد فهمش میکنن نیست جز ذکر پیسند و ناپیسند. این اثر علمی نیست گفتن نعوذ بالله. بعد میگه خرچی ناند لذت قند نبات، تبره که باشد و کنجی ربات. حقیقتا این خرا و گسولو چرا میفهمن آخی؟ او قیصه شیرین میکنه، در یاد آدم و در ذهن آدم نقشش میبنده. نه که موضوع مهم بدن، موضوع جدی بدن.